من 11 سالگی دستفروشی میکردم. میرفتم اندازه همون پورت جیبی که از مامانم یا پدرم گرفتم، از خرازینا کلی مرواریدا میگرفتم. آخر شب میرفتم میشستم تو پارک میفروختم. از اول جوری بودم که دوست داشتم که مامانم نره کار کنه، بابام نره کار کنه. دوست داشتم اون پولی که در میارم و برم به مامانم بدم، مثلا بشینه تو خونه. من فکر کنم آخر شب میرفتم خونه، ساعت 1 و 2 میرفتم خونه. بعد اینکه دستبندا رو باید همه رو میفروختم. باید من اینا رو بفروشم، نفروشم نمیرم خونه. سن 15 یا 16 سالگی هم میرفتم کافه، هم باریستا بودم. و خب می‌بینی چون دختر بودم یه ذره غرورم خیلی خوب می‌شد. مثلا می‌دیدم که کلی از دخترها همسن سال خودم با مامان باباشون میومدن میشستن تو کافه. بعد خجالت می‌کشیدم که برم مثلا سفارش ازشون بگیرم، ولی بازم اینجوری بودم که نه اشکالی نداره، توی دختری میتونی برو سر میز سفارش رو بگیر و سفارشش رو ببر سر میز.